نتوین یکگرتی راپورتک بلاف کرده درباره پلان ناف دولتی با پنابران ده سال 2015 ده و دیار کرد گوکمانی آلیکاریان گو گهشت نزدیکی 3.47 میلیارد دلار به میلیونان پنابرین سوری جو آلیکاریان به پاردمینن. راپورت ده دیار کرن گوکم بونا پر پیدانه آستنگیان داتینه پیشگهاندن آلیکاریان با نزدیکی 3.9 میلیون پنابر جو شرو پفچونان رویانه هر وها نزدیکی 20 میلیون کس ده کمالین آلیکاریان ده لدولتین هفسی نوردمینن. نتوین یک بویو بیتر جو 200 هفکاری ده پلانه ده یا گو پیوستیاوه به 5.5 میلیارد دلار هیا. با آلیکاریا پنابران دخواز جو نتوین یک گرتی کر گوتفگرک بلز بکه جبو آلیکاریان پیشکشی پروگرامین و پلانه بکه. والگور راپورته گونتوین یک گرتی هفکارین و دداویا مها پینجان ده نزدیکی 1.6 میلیارد دلار ورگرت. واتا 23 جسدی جکوما 4.53 میلیارد دلار پیوستش با جیبجی کرنا پروگرامین آلیکاریان واتا کمانیک بقاسی 3.47 میلیارد دلار هیا. انتونیو گوترس برپرسه گشتی کاروبارین پنابران گوت گو اوه کریزا مزن دخواست دکه گو هفکاری هبه و همو آلیه راجن برپرسیارتیا لهم برخوا و سربار کره گو کمانیک مزن لجمه هیا ده پیدا کرنا آلیکاریان ده و اگر اوها بردوان بکه امه نکار بین چه پیداوستین سرکه جملیونان کسان را پیدا بکن. تزانین گوه ساله آلیکاری مرووی کم بون با 1.6 میلیون پنابر به صدمان نمانا پر پیدانه هر وها زیده 750,000 زاروک جی ناچن دبستانان. راپور هشداری دده گو نیزیکی 130,000 مالبات پیداوستیوان با آلیکارین دارایی هیا جبو کاربن پیداوستین خوین روزانه پیدا بکن. تزانین گوش دستپیکا شریل سوریه جادار 2011 بهتری 2000 کس هاتن کشتن و نزدیکی نیو سوریان ده و جمالین خبردانه و بهتری 4 میلیون سوری کوچبری دولتین هف سینور بونه به تایبت عراق و اردن و دروشن مرووی زحمت ددجین.